آیا من تنها کسی هستم که نمی‌دانستم موشک‌های جدید ایران چقدر پیشرفته شده‌اند؟ بیایید قابلیت‌های آنها را بررسی کنیم. در اینجا یک توضیح سریع و واضح ارائه می‌شود. در درگیری جوون دانش، ایران بیش از تر 100 موشک بالستیک پیشرفته از جمله مدل‌هایی مانند فاتح سس، ذوالفقار و شهاب 3 را پرتاب کرد. انواع کوتاه بارد مانند فاتح زاس و ذوالفقار باردی تا 403 کیلومتر دارند و با سرعتی در حدود 6 ماه حرکت می‌کنند. موشک‌های میان بارد مانند شهاب 3 می‌توانند تا 100 کیلومتر بارد داشته باشند با سرعت نهایی تا 8 ماه. ایران همچنین موشک‌های کروز مانند سومار را نیز به کار گرفت که در ارتفاع پایین‌تر از رادار و با سرعت زیر سود پرواز می‌کنند، اما با هدفگیری دقیق. داده‌های میدان نبرد نشان دهنده افزایش چشمگیر در حملات موفقیت آمیز است، با کلاهک‌های جنگی پیشرفته و طعنه‌ها که به موشک‌ها کمک می‌کنند تا از پدافندهای مدرن عبور کنند. این پیشرفت‌ها نشان دهنده جهش قابل توجهی در سرعت و کارایی نیروهای موشکی ایران است.